من تو ویدیوی قبلی انقدر درباره شروع ناقص حرف زدم که این نقصه زد به شخصیتم و به ادبم و اصلا سلامم نکردم و این خیلی واقعا خوب نیست. پس واسه همین سلام میکنم به روی ماه هر کسی که داره این ویدیو رو میبینه. صبح همتون بخیر باشه. البته خب ما یه کمی دیر استارت زدیم، ساعت این ساعت باید 6 می بود، منتها خب دیگه به هر حال طول میکشه تا آدم روی روالی بیفته، بخواد خودشو مجبور کنه که یه سری کارا رو انجام بده. ما هم برای 6 صبحی شدن دیگه تلاش میکنیم این تایمر رو هی بیاریم عقب که برسونیمش به همون 6 صبح. البته چندین بارم اتفاق افتاده ها، یعنی من شدم مرتب مثلا یه تایمی رو مثلا چند ماه حتی 6 صبحی شده بودم، سر تایم بیدار می شدم، کارامو انجام میدادم. منتها وقتی که 2-3 تا مثلا کار فورس ماژور یا به هر حال اتفاق باعث بشه که تا دیر وقت بیدار بمونی یا حتی مثلا 2 یا 3 روز جمعا 1-2 ساعت بخوای بخوابی، روندتو میریزه به هم و ممکنه یه خورده طول بکشه که برگردی به اون روالی که بودی. امروز فکر کنم یه تایم طولانی تری رو باید با هم دیگه بگذرونیم، چون خیلی کار دارم و میخوام حتی الامکان تا هر جایی که میتونم یه قسمت خیلی بزرگی از اون رو انجام بدم و حداقل تو این هفته یه باری رو از روی دوش خودم بردارم که حالا به بقیه برنامه هایی که دارم برسم. خب ما تا آبم جوش میاد و مشغول بقیه کارامون میشیم، یه سری فایل هم بذاریم آپلود بشن که یه خورده بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم و درباره برنامه هام باتون حرف بزنم و یه خورده بیشتر خودم رو معرفی کنم. حالا اینکه شغلم چی هستم جلوتر میگم بهتون. اینا رو انشالله بذاریم برای دانلود اول، اگر شروع کنه. بله خب اینم دانلودش تموم شد. بذاریم که یه آنزیپی هم کرده باشه. اینم آنزیپش تمام شد، یه کلیر کنیم و هیچ وقت پاک کردن فایل‌های اضافه رو از توی کامپیوترتون فراموش نکنید. لینوکس واقعا لذت داره کار کردن باهاش، خیلی زیاد. حالا من این کدم هم انتقال دادم که انشالله شروع کنه به کار. خیلی هم عالی. حالا توضیح میدم که این داستان چی هستش. خونه یکم وضعیتش مرتب نیست، وگرنه خیلی دوست داشتم بهتون نشون میدادم چه خبره. قبل اینکه صحبت کنم یه چیزی منو نگران کرده اینجا. 2-3 تا از اینا رو رندوم چک بذارید من بزنم ببینم که چجوریه کارمون. حجمش چقدر بود اینی که برداشتیم؟ 1.92 مگابایت. کدوم از اینا 1.92 مگابایتیه؟ خودتون نشون بده. اسماشون هم متاسفانه کامل نمی نویسه. این تست ریپورت ها یکیشون باید باشه دیگه. بذار ببینیم با چه عددی تمام شده. 37 اینجا، 590 pdf. این که نبود، اینم که نیست. خب نه، انگار یه موضوع جدی پیش اومده و فایلم داره آپلود نمیشه. بریم یکم دقیق تر چک کنیم. با عرض تأسف هیچ کدوم از اینا آپلود نشدن. بسیار خبر شوکه کننده ای بود واقعا. هر بار که میان سیستم رو آپدیت میکنن کل کاسه کوزه ما رو میریزن به هم دیگه. یعنی همیشه ما این بساط رو با این بنده خداها داریم. خب این فایل CSV خطاش هم دانلود کردیم. 1523. بله دقیقاً با عددی که اینجا پیدا کردم. فایل های PDF هم بوده و میخواستم آپلودشون کنم یکیه و یه دونش هم آپلود نشده خدا رو شکر.
در نتیجه ما اینا رو موکول میکنیم به یه تایم دیگه، چون میخواستیم از تایممون استفاده کنیم و نشد. یه سری کارهای مهمتر رو انجام میدیم. خب قرار شده بود درباره کارم واسهتون بگم. خیلی خلاصه میگم، من یه سالی هست تقریبا که توی یه شرکت استاندارد و حالا به طور کلی تجاری توی کشور عراق مشغول به کارم. حضوری بودم، یه دوره اونجا بودم. بعد حالا به علت یه سری از مسائل که باز جلوترم بهشون میرسیم و صحبت میکنم دربارهشون، من دورکار شدم و اومدم مستقر شدم توی ایران، شهر دوست داشتنی اصفهان. آره خونه گرفتم و به هر حال دیگه زندگیمو شروع کردم، چون یه تقریبا 2 سالی میشد که از عقدم میگذشت و واقعا وضعیت سرسام‌آوری بود و خیلی وضعیت پیچیده‌ای شده بود. اون بندهای خدا هم دیگه موافقت کردم با این موضوع و من اومدم دورکار شدم. حالا این چیزایی که میبینید رو خیلی از کارهایی که دارم انجام میدم اونجا رو اتوماسیونی کردم و بچهای برنامه نویسی که ویدیو ما ببینن فکر کنم یه خورده این صحنه‌هایی که گذشت و راحت‌تر متوجه میشن که چی بوده. خیلی از مسائل من اتوماسیونی کردم، رو سرور انجام میدم، نمیدونم با کد مثلا انجام میدم. به عنوان مثلا تا همین آپلود فایل که تازه داشتید میدیدید که خدا رو شکر از بین رفت و باید مجددا بشینم ترتیب بدم، وضعیتش رو مرتب کنم. این مثلا 1500 تا الان که دیدین 1500 تا فایل بوده. خب من خیلی منظم مرتب اومده بودم یه کد پایتون براش نوشته بودم و اینا رو خودش دونه دونه میگرفت و میرفت اونجایی که باز فکر کنم حالا تو تصویر چند جاش مشخص بود قرار میداد و آپلود میکرد. یه سری کارهای اینجوری دارم. بعد باز وظایف دیگه دارم تو بحث تستا. حالا هر کس حسب تخصصش و حسب درسی که خونده و من مهندس کامپیوتر نیستم و ایضا مهندس الکترونیک هم نیستم و باز جلوتر میگم که تحصیلاتم تو چه زمینه ایه. بعد توی یه سری مسائل دیگه هم کمکشون میکنم. تقریبا تو همه قسمت ها من باشون همکاری میکنم و کمکشون میکنم و به هر حال خودشون که میگن خیلی مفیدی، انشالله که همینجوری هم باشه واسه شون. هر 2-3 ماه یه بار هم میریم به هر حال یه سری میزنیم اونجا، یه حساب کتابی هم باشون میکنیم و یه دیداری هم تازه میکنیم و برمیگردیم. این از وضعیت شغلی من. حالا همین حین ویدیوهایی که داریم میذاریم بیشتر فکر کنم باز آشنا میشین. حتی خیلی خوب میشه که اگر بخوام برم اونجا حتما از این سفری که تا اونجا دارم واسهتون ویدیو بگیرم بذارم ببینید، واقعا ارزش داره به نظرم. صحبت رو خیلی طولانی نکنم. امروز خیلی کار هست باید انجام بشه که حالا جلو چش خودتون یه دونه هم دوباره بهش اضافه شد، خدا رو شکر. اینم باید حالا امروز که نه، ولی به هر حال به لیست کارهای عقب مونده باید اضافه بشه حتما. و اینکه خیلی وقت من از یادداشت کردن کارهای روزانم دارم یه کمی کوتاهی میکنم و این اصلا خوب نیست. حالا هر بارم هی نشون میدم داخل سررسیدم مینویسم که آره عیب نداره، حالا عقبم افتادم باز دوباره از امروز شروع میکنم. حتی شده یه خط مینویسم، حتی شده کارهای اون روزم مینویسم، فرداش نشد دوباره پس فرداش مینویسم. انقدر مینویسم که این بشه هر روز. حالا این مدتی هم خدای هر روز بوده، تو رکورداش هست دیگه، میشه نگاه کرد. ولی خب میگم به علت مسائل و این مشکلاتی که هست باید آدم هی یه چیزی رو ول کنه به یه چیز دیگه برسه، دوباره یه چیز دیگه رو ول کنه به یه چیز دیگه برسه. سر همین موضوع باورتون نمیشه خیلی انسان از من ناراحت شدن تا الان که دارم باتون حرف میزنم. انسانای بسیار زیادی از من ناراحتن. چرا؟ چون مجبور شدم حالا یه سری کوتاهی‌ها در حقشون بکنم و به کارهای دیگه هم برسم. متاسفانه تنها بودن یکی از بدیای زندگیه. میدونید حالا مثلا شما اگر که حالا تنها که میگم منظور که تنها از نظر جسمی نیست، بعضی وقتا یه سری کارا هست، یه سری مسائل هست که فقط خودت ازش سر در میاری و خودت میدونی چه خبره و خودت میدونی سیستمشون چه شکلی و خودت میدونی به سرعت مثلا انجامشون بدی. و تا بیای مثلا از یکی درخواست کمک کنی یا بخوای مثلا بهش آموزش بدی یا بهش بگی مثلا بیا این کار رو انجام بده، میبینی تو همون زمان خودت انجام دادی رفته. واسه همین موضوع نمیصرفه که مثلا بیای این کار رو انجام بدی.
در نتیجه مجبوری تنها به اون موضوع رسیدگی کنی و تو انسان تنهایی میشی. این تعریف من از تنهایی اینه. خلاصه که درباره شغلم من باید الان بشینم یه سری اسناد رو مرتب کنم و بهشون رسیدگی کنم و نمیدونم چقدر طول میکشه. در حال حاضر ساعت 7:41 است. ماشین رو حتما باید به یه مرحله‌ای برسونم، ببرم تحویل نقاش بدم. خوب شد گفتم ماشین، بذارید این قطعاتی هم که گفته بودم و نشون بدم. خب به ورژن روشن اتاق من که اصلا هم دوستش ندارم خیلی خوش اومدین. این شرم شوربایی بود که دفعه قبلی نشونتون دادم و جمع شده. البته خب اینا تو لیست تعمیرن، هرچند که اینو من درستش کردم. یه چراغ قوه خیلی باحالی، اگر توی دیجیکالا دیدینش حتما بگیرید اینو. یه ضعفی داره، ضعف باتریه. این باتری قبلیش بوده، ببینم 500 میلی آمپر ساعت بود. آره من تو این خرت و پرتام یه باتری پیدا کردم 1 آمپر ساعت بود، گذاشتم روش خیلی بهتر شد. چند حالت داره، نور زیاد و نور کم و چشمکسن و خلاصه این بغلم پلیسی و چیزا اینجوری داره. خیلی چیز مفید و خوبیه، من که واقعا دوستش داشتم. حتی این انجام شده رفته، فقط مونده این هدلایته که حالا برای کوه و برای تعمیرات و اینا که میرم استفاده میکنم ازش، جای نور نباشه. اینم خیلی ضعف باتری داره متاسفانه. اینا اندازش نشدن، اینا که پیدا کرده بودم تو این خرت و پرتا ننشستن داخلشون. حالا این اینجوری یه خورده قطرش اندازه این میزنه ولی متاسفانه از داخل جا نبود. حالا باید یه فکر دیگه به حالش کنم که اینم کمی ظرفیتش مثل اون بهتر بشه، چون اون خیلی عالی شد. این شاید مثلا 5 دقیقه هم شارژ نگه نمیداشت، خیلی کمتر شد. یعنی شروع میکرد چشمک زدن و خاموش میشد. تو کامنت هم خیلی ها نوشته بودن که این ضعف باتری داره، که من حالا باتریشو عوض کردم و الان در حال حاضر فعلا که خوب کار میکنه. برسیم به این قسمت که اصل ماجراه. خب قطعات ماشین، البته یه جایی از این وحشتناکتر هم من دارم، اونم باید بهتون نشون بدم که کجاه. قطعات ماشینه که داره شسته میشه، دونه دونه انتقال داده میشه اینجا فعلا، چون تقریبا هم هوا سرد شده بیرون نمیشه گذاشت و تقریبا بیرون هم جایی اصلا ندارم، یه خورده با کمبود جا مواجهم. تریم داخلی دیگه قاب ستوناست که دارم دونه دونه باز میکنم میشورم میارم داخلی. خورده رنگ رو پریده شدم، باید یه فکری با حالشون بکنم. این آفتابگیرا که اصلا نگم واسهتون، یه جوری کثیف بودن که اصلا نمیشد بهشون نگاه کرد. همین الان هم خورده رنگش به کثیفی میزنه، ولی خب دیگه از این بهتر نمیشد انجامش داد. و همینطور بقیه قطعاتش که حالا اون دستگیر مچی هست، اون بقیه قاب ستون هست، این قاب سقفیه. یه سری حالا پلن داخل ذهنم دارم واسه اینکه یه تغییر رنگی توی کابین بدم. حالا رفتیم پایین پیش خود ماشین بیشتر بهتون توضیح میدم که چه شکلی. یه پلن دارم یه سری تغییر رنگی بدم ببینم چه شکلی میشه، شاید چیز خوبی ازش در بیاد. اگه پیش خودتون فکر میکنید که این اون قسمت وحشتناک ماجراست، متاسفم. اتفاقا این قسمت قشنگ ماجراست، چون این قطعات نوعی هستش که من رفتم تهیه کردم و حالا فعلا گذاشتم اینجا که باز دوباره حالا سر همبندی بشن و یه خورده از جعبه هاشون در بیان که جاشون کمتر گرفته بشه و منتقل بشن دوباره به اون اتاق و هر طور شده باید جا بشن. و اما قسمت وحشتناک ماجرا اینجاست که البته اون دوتا صندلی لطف کردن از وحشت این ماجرا یه خورده کم کردن، چون تمام این زمین قطعات ریز پیزه و یعنی قطعات کوچیک و خاک گرفته و کثیف و فکر کنم یه تیکه هایش از اینجا معلوم باشه، احساس میکنم. و باید رسیدگی بشه به همشون. هرچند باز دیشبی خورده وحشت اینجا خیلی بیشتر بود. باز یه قسمتی از اینجا برداشتم شستم انتقال دادم به اتاق، وگرنه تا همین جاها تقریبا در باز میکردی میریختن داخل، این شکلی شده بودن. و اینکه بله خدمتتون عرض میکردم که همینه، واقعا این ماشین نیاز به یه رسیدگی اساسی داره. حالا اون کسایی که به قول خودمون گفتن ماشین بازن متوجه این حرف من میشن. بعضی وقتا یه ارتباط عمیقی مثلا شما با یه ماشین برقرار میکنی که نمیتونی به این سادگی و ازش دل بکنی. شاید خیلی شرایطت هم خوب باشه، بتونی عوضش کنی، بتونی 100 برابر بهترشو بگیری، ولی خب
اون ارتباطه باعث میشه که تو این کارو نکنی. حالا یه شخصی مثل منم پیدا میشه که میاد نه همونو مثلا آپگرید میکنه، به یه ورژن خیلی خوبی تبدیلش میکنه، خیلی بهش رسیدگی میکنه، حالا تقویتش میکنه، 1001 مورد دیگه. و نه فقط توی بحث حالا ماشین، تو خیلی از مسائل دیگه واقعا من به آپگرید کردن یه سری حالا تجهیزات و دستگاه ها و هر چیز دیگه واقعا خیلی من علاقه دارم. متوجهید؟ خیلی وقتا دیدید که همین چراغ و برنگ که بهتون نشون دادم یه جوری آپگرید حساب میشد. درباره ماشین هم همین جوری. حالا بماند که بحث کیفیت قطعاتی که حالا تو قدیم استفاده می شده، چه قطعات بدنه، چه قطعات داخل و یا حتی چه قطعات مثلا داخل موتور، خیلی کیفیت بهتری بودن و با یه اوورهال مثلا خب دوباره میتونن به همون کار خودشون ادامه بدن. این موضوع اصلا به کنار، ولی اون موضوع حسی بود که داشتم دربارش صحبت میکردم، میگفتم اون ارتباطیه که آدم برقرار میکنه با اون وسیلش، حالا هر چیزی که باشه. خیلی وقتا شده واقعا به خودم خیلی انتقاد کردن، خیلی زیاد، که بابا این ماشین چیه، چرا بهش میرسیم، اگه نمیدونم نمیتونی بخری خب برو یه دونه دیگه شو بخر، یه بهترشو بخر، نمیدونم چینی بخر، فلان بخر. خب بس اینه که من طرز فکرم یه خورده متفاوت تره، زندگی رو یه شکل دیگه میبینم، از چیزای دیگه لذت میبرم. متوجه؟ شاید حالا خیلی مثل من باشن، خیلی هم مثل من نباشن، حال و حوصله‌شو نداشته باشن و به قول خودمون گفتنی بیان بگن خب این چه کاریه، بریم حالا یه صفرشو بگیریم، مدل بالاترشو بگیریم، بهترشو بگیریم. ولی من نه، من واقعا از حتی این روندی که داره این اتفاق میفته هم لذت میبرم. یعنی این بازسازی کردن و این حالا اوورهال کردن یه سری تجهیزات و دستگاه ها و یا حتی حالا خودرو و هر چیز دیگه ای لذت میبرم. حالا تو کارنامه هم دارم چند بار این کار رو انجام دادم. یه چیزی الان تقریبا همه گیرم شده دیگه. الان شما اینستا یا یوتیوب که باز میکنید ببینید همه زدن تو کار بازسازی ماشین، یه ماشین قدیمی میگیرن و خلاصه نمیدونم کلی حرکت اینا روش میزنن. ولی کاری که من دارم انجام میدم بیشتر دلیه. متوجهین؟ یعنی خودم خیلی کاراشو دارم انجام میدم، حتی با وجود این که بلد نیستم و دارم یاد میگیرم حین کار. حتی اون بحث یاد گرفتن هم خیلی واسم شیرینه، خیلی واسم ارزشمنده، خیلی دوستش دارم. خب یاد گرفتن واقعا حس خیلی خوبی بهم میده. برای اینکه این فریم خیلی تکراری نباشه یه تغییر کوچیکی من اینجا دادم و رفتم یه شات آب لیمو و زنجبیل آوردم گذاشتم اینجا که خیلی هم تکراری نشه صحنه واسهتون و خیلی هم تاثیرگذاره. میدونید که یه موضوعی راستی من داشتم بهش فکر میکردم، من ویدیوامو دارم اینجوری به صورت عمودی میگیرم، چون داشتم به این فکر میکردم که تقریبا بالای 90% کسایی که میان یوتیوب فکر کنم با گوشی میان و با گوشی این کار رو انجام میدن و اگه همینجور به صورت عمودی دستشون بگیرن و حالا فول اسکرینش کنن و اون ویدیو رو ببینن فکر میکنم یه خورده راحت تر باشن. حالا اگرم خلاف اینه حتما بهم بگید، حالا کاری نداره، این وریش میکنیم افقیش میکنیم و ادامه ویدیو رو این شکلی میگیریم. من خودم حقیقتا پیش خودم، چون گفتم که اصلا تجربه این کار رو من ندارم، یعنی هیچ اصولی نه چجوری پست بذارم، چی بگم چی نگم، خلاصه کنم، واقعا همینجور دلی دارم پیش میرم و میرم جلو و دوست دارم افرادی که حالا مثل خودم هستن پیدا کنم و بیان حالا یه کامیونیتی بشیم با هم دیگه و بتونیم ارتباط برقرار کنیم و به هر حال ویدیوهای همدیگه رو ببینیم. و اینه که میگم من با خیلی مسائل مثلا ببینید موضوع نور واقعا خیلی توش تخصص ندارم و باید برم یه خورده این موضوع رو یاد بگیرم و وضعیت نوری رو یه خورده بهتر کنم. اینی هم که دارم ویدیوها رو اول شخص میگیرم، خب باز به نظر خودم چیز باحالیه که از دید خودم خیلی چیزا رو ببینید، از دید خودم خیلی با خیلی از مسائل روبرو بشید. حالا اون قسمتایی که دارم صحبت میکنم به هر حال چیز خاصی نیست، میدونید اون حالات صورتی که حالا خیلی ها هستن بلاگرها و بچه‌هایی که واقعا دارن زحمت میکشن تولید محتوا میکنن و باز چهره خودشونو که میبینید ویدیو براتون خسته کننده نمیشه. یا یکی هم حالا پیدا میشه مثل خانم من موقعی که داره کار میکنه یکی از اینا رو پلی میکنه میذاره کنار و خلاصه کاراشو انجام میده، اصلا به ویدیوش هم نگاه نمیکنه. اینه که میگم احتمال داره یه خورده ویدیوها خسته کننده باشن، باید یه فکری به حالشون به هر حال بشه که جذاب به نظر بیان و دنبال بشن واسه کسایی که علاقه‌مندن حالا ببینن، آشنا بشن و
و حالا یه وقتی هم کنار ما بد بگذرونن. این شات زنجبیل آب لیمو هم سلامتی شما که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین. پس در نتیجه کارهایی که امروز باید انجام بشن، یکی این اسنادی بود که گفتم باید بهشون رسیدگی کنم. 2 تا موضوع سیستمی هست که باید باز دوباره هماهنگ بشم باهاشون، پیگیریاشو انجام بدم. نمیدونم تا شب قراره این رفیق نقاشمو به زنگ بزنه که ماشینو تحویلش بدم یا نه، ولی اگر قرار باشه شب بهش تحویل بدم یعنی اینکه ظهر باید برم بقیه چیزاشم باز کنم. البته خب چیز خاصی ازش نمونده، این 2 صندلی جلو مونده و یکی یه خورده سیم کشی و چیزای اینجوری هم تاقچه و باندا و اینا رو در بیارم و اینا اصل کاریاشو تقریبا در آوردم. دیگه قراره یه کار خیلی خفن روش انجام بشه که این شکلی زدم، کن فیکونش کردم و همه چیزشو باز کردم. حالا باز برنامه‌ای که قراره انجام بشه روشو میبرم نشون میدم حتما. و حالا فکرایی که دارم و خوشحال میشم حتی از نظراتتون استفاده کنم اگر کسی واقعا صاحب تجربه است و واقعا حالا ذوق این کارو داره و یه جوری میشه گفت سلیقه‌ش هم حالا خوبه، میتونه بیاد پیشنهاداتش هم بده، من حتما واقعا استفاده میکنم. در خصوص بقیه کارام اگه بخوام ردیف کنم فکر کنم از اول این نیز باید اینجوری بنویسم تا اینجا کارهای عقب موندم، ولی خب فعلا مهمتریناشون امروز اینه که باید انجام بشه. خب گفتم یه آپدیتی هم وسط کار بهتون بدم. مشغول کار بودم، یه دفعه یکی از همکارام زنگ زد و نیاز به کمک داشت. با انیدسک داشتم راهنماییش میکردم و یادش میدادم که حالا باز خودم هم وسط کار بودم و داشتم اینا رو بررسی میکردم و چک میکردم و اینا. یه نکته یادم اومد بگم، این که دوستان لطفاً تو آموزش دادن بخیل نباشید. یعنی من خیلیا بهم میگن، باورتون نمیشه، خیلیا بهم میگن که خب چرا مثلا یاد میدی، چرا نمیدونم بهشون میگی چه کار داری انجام میدی، بعدا مثلا دیگه بهت نیازی پیدا نمیکنن، بیرونت میکنن. ببین واقعا رزق و روزی دست ما نیست. خب اینی که حالا من بگم اوکی من یاد ندم که رزق و روزی خودم رو نگه دارم، نه. آدم وقتی که بخیل باشه تو این چیزا، نخواد یاد بده، نخواد واقعا کمک کنه به بقیه، یه جورایی میشه گفت تنگ میشه اون باریک آبه رزقی که داره براش میاد، یا بسته میشه یا تنگ میشه. من تو هم یه سالی که بودم واقعا هر چی که تونستم یاد دادم، هر چی که تونستم آموزش دادم تا جایی که واقعا متوجه میشدن و حالا مثلا خیلی تخصصی نمیشد، مثلا همین ماجراهای سرور یا کدای خیلی پیچیده‌ای که مثلا داخل کار استفاده میکنم. اونا که اصلا خودشون سپردن به من، گفتن آقا ما دیگه اصلا تو این موضوع هیچ دخالتی نمی‌کنیم و فقط دست توه این موضوع، چون دیگه متوجه شدن که من با دقت و با سرعت لازم و کارا رو پیش میبرم، این بکاپ های لازم رو تهیه میکنم، یه سری حالا پیش بینی‌های با توجه به شغل انجام میدم و حواسم هست دیگه. این موضوع اصلا کلا سپردم به من. ولی خب این وسط هم مشکلی حالا پیش میاد، اتفاقی میفته، نیاز به مثلا همکاری یا کمکدان، حتما میشونم یادشون میدم و بهشونم میگم که مثلا خب با این روش کار رو پیش ببرید یا این شکلی مثلا انجام بدین. چون آدم خودش که پیشرفت میکنه به نظر من باید به پیشرفت بقیه هم کمک کنه. خب و اینکه واقعا اگه در رزق آدم بسته بشه، در روزی آدم بسته بشه، به هر حال بی دلیل این اتفاق نمیفته. اینو میخوام بگم، حالا مذهبیش نمیخوام بکنم یا مثلا نمیدونم به دین و چیز خاصی بخوام ربطش بدم، نه، به صورت کلی دارم حرف میزنم که واقعا این موضوع دست ما نیست. خب واسه همین موضوع یاد بدید تا جایی که میتونید آموزش بدید، مطمئن باشید که اصلا جای دوری نمیره این موضوع. تمام. بس ذكرت اقول لك هذا التكنيسن يصير نفس الحال. اي انا ما راح اسوي ميوت لحد ما انتظرك كلش اكمل وياك الدقيقه. يلا تمام. شكرا. الله يعافيك. خلي الحاسبتين يشتغلون اثنين، وحده خليها يشتغل الكودات وحده شو اسمه. الكودات دكتور انا لازم اعدلهم بالبدايه خو غير. اي عدل وخليه اعدل واخليه يشتغل. اي صحيح هيك. يلا تمام دكتور. وانطينا اوردر انتظرك بعد ساعتين. هسه الساعه بيش هسه الساعه بالعشرة. ساعتين للكود بس مال للتغيير المواصفه ترى. يلا تمام. اي من كملت انطيك اوردر، انطيك التم. زين. يا اوكي تمام. الله يخليك. وحولوا المشتغل من جديد حتى يعرفوا ما غيره. يلا مشكله. تمام دكتور تمام. الله ياك. خب
ساعت 5:15 و من با موفقیت هیچ کدوم از کارهایی که میخواستم انجام ندادم امروز، به علت این تماسایی که با هم گرفته میشد و حالا راهنمایی‌هایی که ازم گرفته میشد و نمیدونم کارهای فورسی که پیش میومد و مجبور بودم انجام بدم، هیچ کدوم از کارهایی که باید انجام میدادم انجام ندادم. البته حالا هیچ کدوم که اغراقی خورده، ولی اون اندازه‌ای که باید انجام میشد و تارگت امروزم بود متاسفانه نشد و من چون الان باید برم سراغ ماشین و بریم با هم دیگه یه سری بهش بزنیم و ببینیم وضعیتش چجوریه، نمیتونم ادامه بدم و خودمو به اون تارگت برسونم. حالا اگر که برگشتم و انرژی برام مونده بود دوباره شروع میکنم و حتما به یه جایی میرسونم، چون 2 کار دیگه از هنوز درباره‌شون صحبت نکردم. کارهایی که داخل ایران دارم اونا هم باید بهشون رسیدگی بشه و در اسرع وقت باید سریع جمع جور بشه وضعیتشون. خب بریم پارکینگ یه سری به این پیرمرد بزنیم با هم دیگه. این جعبه ابزار و ادوات داخلیش، سویچ ماشین، کلید خونه، چسب کاغذی برای برچسب گذاری روی قطعاتی که احتمال داره یادم بره چی بودن و چراغ تقویتی. بریم ببینیم چه خبره. اینم از این پیرمرد دوست داشتنی ما دیگه، چون در پیکر نداره چادرشو کشیدم روش فعلا. خب تا این چادرش هم جمع میکنیم یه معرفی بکنم از این گرگ خاکستری. هر کس حالا یه اسمی رو ماشینش میذاره، ما هم فعلا گذاشتیم گرگ خاکستری. پژو 405 GLI. از رنگش هم تقریبا اونایی که اهل ماشینن مشخصه، مدل آخر 83 که البته حالا ظاهرش فعلا اینجوریه، منتها قراره خیلی بهش رسیدگی بشه، از این وضعیت در بیاد و خلاصه این دوست نقاشمون قلت یه چیز نونواری تحویلمون بده. این ایران 14 هم خودش به قول بچهای ماشین باز دست به بخار قدرت میده به موتورش دیگه. ما عوضی‌ها یه خورده یه جورایی تعصب داریم رو پلاکمون. خودم البته خیلی تغییرات توش دادم، مثلا البته خب در پیکرش هم کمه باز کردم، صفحه کیلومترش از این حالت تیو 5 انداختم که دست گلمو میبینید SMD هاش خیلی خوب چیز نشدن، خیلی خوب لعیم نشدن، هی خاموش روشن میشن، فرمونش عوض شده. نمیدونم حالا یه سری از این نورپردازی داخلشو به سختی من بشینم داخل الان. حتی خب من سویچش هم بذارم این بوق نکنه. یه استارتی هم البته باید بهش میزدم فکر میکنم، خیلی وقت روشن نشده که باتریش هم نخوابه. آره مثلا ساعتشو من یخی کردم و اینا رو همه یخی کردم. لامپ داشبورد نداشت مثلا براش گذاشتم این شکلی. بعد این استارتی هم بزنیم بنده خدا باتریش هم نخوابه. حتی اینم همیشه اینجوری نیست ها، میدونید بعضی وقتا خاموش روشن میشه. این باید حالا درش بیادم یه ترتیبی بهش بدم دوباره، یکم صداش امکان داره سورپرایزتون کنه. آره این شکلی. نمیدونم صدای من میاد یا نه، میذارم ادامهشو بعد که خاموشش کردم میگیرم. خب کافیشه دیگه، کنم به اندازه کافی شارژ گرفت باتش. لطفا شما همسایه خوبی باشید برای ساختمونتون، مثل من نباشید اینجوری صدای ماشینتون باشه. هرچند من خب چون تازه اینجوری میشه گفت اومدم اینجا، وقت نکردم این منبع رو عوض کنم. هرچند توفیری هم نمیکنه، چون از خود کاپوت که هدرز رو ماشین گذاشتم و یه تیکه سنتر وسط سایز 55 گذاشتم و منبع رو روش وصل کردم، هر کاری کنم بازم احتمالا صداش همین باشه، چون نه کاتالیزوری سر راهشه نه چیز خاصی دیگه، نه پیچ و خمی سر راهشه، واسه همین امکان داره حالا صداش خیلی تغییر خاصی نکنه. ولی حالا چند نفر بودن گفتن یه سری منبع بی صدا دارن، احتمالاً هم برای اینکه همسایه‌ها اذیت نشن، هم دیگه خودمون دیگه سردرد نگیریم تو سطح شهر، میدونید بهتره که این کار رو انجام بدم. البته خودم چون
دلیل این کاری که انجام دادم خب خیلی آزار و اذیت و اینا نبوده. تو جاده که خیلی میرفتم خیلی نفس ماشین بازتر بود اینجوری. منم یه خورده به هر حال امکان داره گاهی جوونی کنیم سرعت بریم، واسه همین دیگه نفس باز ماشین خیلی مهمه. ولی خب در اصل وقتی باید عوض بشه و به یه نوع کم صداتر تبدیل بشه. تقریبا چیزی داخلش نمونده. یه همه این قطعات رودری رو خودم باز کردم. هیچ چیزی به جز این سیم کشیش داخلش نمونده که حالا چون قاب ستونا رو هم باز کردم اینا رو هم دیگه باید در بیارم، چون گفتیم بنده خدا با یه سری مواد میخواد اینا رو شستشو بده، بعد یه گرد رنگی برای ما بپاشه که از این وضعیت اسفبار در بیاد این کابین. حالا همونجور که میبینید چیز خاصی دیگه داخلش نمونده. فقط این دوتا صندلی جلو رو باید در بیارم. البته صندلی راننده رو باید با پیچ شل فعلا بذارم چون باید تا نقاشی ببرم ماشینو. موکت کف رو احتمالاً باید برسونم به اونجا، از اونجا ببرمش چون میخوام عوضش کنم، خیلی وضعیتش داغونه. همین تاقچه و باندارم باید در بیارم و اگر رسیدم 90 صفم در بیارم که دیگه چه بهتر. دیگه کلا بتونم امروز جمعش کنم خیلی خوب میشه. داشبورد رو متاسفانه نمیتونم در بیارم. حالا همین که تا حالا انجام ندادم ولی خب با اصولش آشنام. همین که متاسفانه پژو وقتی داشبوردش در میاد دیگه حرکت نمیکنه. دیگه نمیشه ماشین رو حرکت داد چون تمام این سیستم برقش این پایین وصل، رله هاش و جبی فیوزش و ظاهرا ارتباط مستقیم هم با موتور داره و نمیشه بدون داشبورد حالا مثل پراید فقط یه فرمون بندازین روش ببرینش. این سیمکشی های جلو رو باید در بیارم. البته اینا آسونه، یه سوکت هم اونجا داره در میاد. بعد این آینه ها هم که بهتون گفته بودم فکر کنم تو ویدیو قبلی، این جی ال آیا فرقشون با جی ال ایکس این بود که شیشه برقی و آینه برقی نبودن. حالا سری تو رنگشون مثلا رنگشون روغنیه، متالیک نیست که همینم یه جوری میشه گفت مزیت حساب میشه چون آفتاب سوخته نمیشه. اینا رو نداشت. خلاصه من رفتم تهیه کردم، اسقاطی رفتم یه دست سیمکشی داخل چیز گرفتم و بدون هیچ داخل در و بدون هیچ تغییر خاصی، یعنی فقط به اون سوکته که وصلش کردم اون پایینه شیشه هاش برقی شد، سیمکشی آینه برقیش اومد، فقط آینه ها شد که تبدیل کردم به برقی، کلا برقی شد. حالا اون کلیده که بهتون گفتم روش بود ولی ول بود، پایه نداشت و خلاصه رودریاش خورده وضعیت خوبی نداشتن و جای شیشه بالا برای دستی روشون بود. دیگه تو فکر اینم که یه دست رودری جدید بگیرم، در خصوص حالا کارهایی که تو تیریم داخلی میخوام انجام بدم و اون رنگی که انتخاب کردم باید توضیح بدم براتون و نظرتون هم بپرسم. همسایه‌مون هم اومد داشتیم سلام علیک میکردیم باش. واقعا همسایه خوب نعمته. هرچند به خود انسان هم خیلی بستگی داره که چجور ارتباط برقرار کنه با همسایه‌اش، میدونید، ولی خب همسایه خوب داشتن هم واقعا نعمته. من کارم رو فکر میکنم با این سیمکشی‌های در جلو باید انجام بدم که گرم بشم. اول یه دو تا سوکت اینجا هست، اینا اگه معلوم باشه اینا باید جدا بشن، این از اینجا در بیاد، حالا یا اون بیاد بالا از این بیاد پایین که قطعا باید همین جوری باشه، بکشیم بالا اینا رو در بیاریم، یا که از این ور دونه دونه بفرستیم پایین. من فکر کنم یادم موقعی که داشتم سوار میکردم اون دوتا رو فرستادم پایین اگر اشتباه نکنم. بعد کمربنده هم راستی باید باز بشه چون تصمیم دارم که رنگشون رو عوض کنم و سخت‌ترین مرحله هم این صندلی‌های جلوه، چون نمیدونم حالا ماشین من این شکلیه یا که همه همینجورن یا من بلد نیستم که احتمال زیاد همین باشه. من موقعی که میخواستم ابر نشیمنگاه و پشتی این صندلی رو عوض کنم، حتی ابر پشتیش رو تعمیر کردم، درست نکردم، خودم بازش کردم بردمش، فکر کنم کتفم 2-3 بار در رفت. حالا بماند که من خودم مشکل کتف و در رفتگی کتف و اینو هم دارم، ولی خیلی اذیت شدم سر این موضوع. این قاب دور ترمز دستی و دور دنده و اون وسط هم باید در بیاد و دور دریچه کولرها هم که همین جور برن انشالله یه رنگی هم بشن و ببینیم سلیقه‌ای که ما داریم خوبه یا شما سلیقه منو عوض میکنید. خب من تازه یادم آمد که چون این لاستیکی باید وسط قرار بگیره برای بحث حالا ضد آب کردن و جلوگیری از گرد و خاک و اینا، هر کدوم از طرف خودش باید در بیاد. یعنی حالا این سوکت‌ها که از پایین در اومدن که از اینجا رفته بودن و حالا اینجا در اومده بودن به اینا وصل شده بودن، بقیه سیمکشی هم که باید از توی همین سوراخ کوچیک که امیدوارم معلوم باشه
بیان بیرون و این جدا بشه، چون این باید وسط قرار بگیره. خب این از سیمکشی داخل درب راننده که نیاز به لیبل گذاری هم نداره، به خاطر اینکه هم اینجا چیز داره، این سوکت مال رلی شیشه بالابر داره که سمت شاگرد نداره و همینی که 2 تا کلید بالابر اینجا میخوره، مثلا همین دیگه مشخصه. البته اینی هم که زدم نابود کردم هم روش خودش اصلا نوشته شده. قابل توجه بچه‌هایی که حالا این ویدیوها رو میبینن و مثل من ماشینشون GLI و میخوان شیشه رو برقی کنن، همین یه سیم کشی رو اگر برید از اسقاطی بگیرین، من این رفتم از اسقاطی گرفتم، از اسقاطی بگیرین همین کارتون رو راه میندازه. ما مجبوریم بیایم تا اینجا این لامپ رو روشن کنیم با سانسرش رو برگردیم، همین کارتون رو راه میندازه. حالا چیز جالب تر اینه که اصلا این مال آردی من گرفتم، آردی تو شیشه هاش برقیه و آینه هاش دستی، سیم کشیش با 405 یکیه، یعنی حتی میبینید این سوکت مال آینه رو هم داره، فقط بهش وصل نیست. یعنی شما اگه سیم کشی آینه رو سیم کشی در رو گرفتین از آردی آوردین روی 405 گذاشتین، یه آینه برقی فقط به این وصل کنید، مثل این کاری که من کردم اینجا، یه آینه برقی بهش وصل کنید، این سوکت این هم مال کلیدای آینه برقیه، اینم بهش بزنید کاملا برقی میشه بدون هیچ گونه دردسر اضافی. و اونجوری که حالا این باتری سازا و اینا آدما میترسونن که خیلی هزینه بالایی داره، بعید میدونم. من فکر کنم اینو کلا 200,000 تومان خریدم. حالا ادواتشه که دیگه باز همون موتور شیشه بالابرم میتونین از خودشون بگیرید، نمیدونم حالا آینه خیلی چیزای دیگه میتونم. من کلا فکر کنم با 1 تومن هم آینه ها رو هم شیشه ها و موتور و سیم کشیشون رو کلا برقی کردم. ولی خب الان دیگه نوبت اینه یه خورده بیشتر روی این موضوع دقت کنم، چون شیشه بالا برام یه جورایی ضعیف بودن و باید حالا یا رله سرشون قرار بدم یا اینکه موتوراشون عوض کنم که قوی بشن. خب اینم از سیم کشی سمت شاگرد، درب سمت شاگرد که چیز خاصی نداره به جز یه نکته جالب، اونم اینه که جفت سوکت آینش یه دونه سوکت اینجوری هم هست. خیلی من بهش فکر کردم این چیه، بعد متوجه شدم که این سیم کشی با درب پژو پارس مشترک بوده و این مال اون سنسور دماسنجیه که تو ساعت پژو پارس هست. یعنی پژو پارس ساعتش، داشبورد قدیمش ساعتش اینجا پهن‌تره، یعنی هم ساعت هم دماسنجه یکم پهن‌تره. واسه همین اگر که من تو اون سوکت پایینی بتونم ادامه این چیزم پیدا کنم، ادامه سیم کشی این سوکت هم پیدا کنم، بدونم به اینجا رسیده، میتونم اینو عوض کنم و سنسور البته خب آینه‌های جدیدی که گرفتم دماسنج دارن، فقط اونو بهش وصل کنم و اینجا بتونم از قابلیت دماسنجم استفاده کنم. تاقچه عقبم در اومد، 2 ساعت داشتم بهش زور میزدم، گفتم خدایا این با پیچ به کجا وصله، چش شده، نگو این پارسال که شیشه عقب شکسته بود، برادر عزیزمون که داشته دور شیشه رو چسب میزده، قشنگ تاقچه هم باهاش چسب زده. حالا اینکه من که دیگه نمیخوامش، قراره عوضش کنم با یه مدل 3 بودی که یه خورده یه سیستم خوبی هم روش گذاشته باشم، ولی خب نکنید این کارو برادر رو، نکنید. این سیم کشی ها هم که فرصت خوبیه ما بازشون کنیم، یه خورده یه ترتیبی بهشون بدیم، چون بعضی سیماشون اصلا انقدر خشک شدن که فکر کنم اصلا نیاز به تعویض داشته باشن. این جلویه که سنسور سیم این شیشه گرم کنه که به اینجا وصل میشه. اینم که مال استوپ، چراغ استوپ ترمزه که من ماشینم نداشت، که فکر کنم وقت خوبی از اینجا انتقالش بدم ببرمش اونجا و ایلکسی کنم. بعد اونم که رفته برای چراغ صندوق عقب. اینا هم که فکر میکنم یه قسمتی هم که از اینجا برای باندا احتمالاً رفته باشه. اینم که برای لامپ سقفی رفته. تقریبا فقط سیم کشی ساده‌ای داره، خیلی چیز دشواری نیست. اینجوری میگه. و اینجا هم ادامه‌ش هم از همین پایین میاد دیگه، ببینید از همین پایین میاد فکر میکنم با سیم کشی درب عقب یکی میشه و میره همون جلو. حالا این باید در بیاد ببینم دقیقاً وضعیتش چجوریه. برای در آوردن لامپ صندوق عقب هم مجبور شدم اینجوری متلاشیش کنم،
چون یادم اون موقعی که اصلا میخواستم جاش بزنم نداشت اصلا این ماشین، گرفته بودم و میخواستم اینو جا بزنم، کلی دورشو بریدم، به سختی جاش زدم دیگه، مجبور شدم اینجوری متلاشیش کردم. خدا بیامرزش. کروز هم بود، به سختی پیدا کردم. فکر کنم لامپ داشبورد سمند بود اسمش موقعی که گرفتم. خب چیز خاصی نیست، دوباره میگیریم. باور کنید فقط ساده به نظر می اومد. این همه تازه فقط مال یه طرفه، اصلا انتظارشو نداشتم. مثلا فراموش کرده بودم که چراغای عقب و کلید شاسی در واقع اون لامپ صندوق عقبم شامل این ماجرا میشه، به علاوه حالا همون باندای عقب که گفته بودم و حتی اون اتصال منفی که بازش کردم و اون طرف هم داره، ولی فکر کنم اون طرف پیچیدگی به اندازه این طرف نداشته باشه، چون این لامپ سقفی هم بهش وصل بود و مجبور شدم این دستگیره رو در بیارم که از زیرش به این شکل که نابودم شده این موکت سقفی. گردهای خاک رو ببینید چقدر جالب. آره آزادش کنم بیارمش این بر دیگه، الان باید برم سراغ اون بار فقط. خب اونورم تموم شد، به مراتب ساده تر انجام شد چون یه جورایی اونور دیگه تجربه کرده بودم چه شکلیه سیستمش. دیگه فقط مونده که این موکت رو هر جور شده، حالا صندلی ها رو باید بریم باز کنیم اول، هر جور شده درش بیاریم ببینیم که رفته به کجا وصل شده این سینکشیو. خب برسیم به بحث شیرین باز کردن صندلی ها که دفعه قبلی دمار از روزگارم در آورد تا باز کردم. ببینید یه 2 تا پیچ این جلو داره، حالا نمیدونم صندلی من مشکل داره یا من بلد نیستم، خیلی به سختی دست میرفت پایین. یعنی من حالا اون آچار سریع ستاره‌ایشو که میبستم و میذاشتم اصلا جا نبود، این گیر میکرد به زیر صندلی، اصلا نمیشد بازش کرد، خیلی اذیت بودم. اون تا بعدن همین چند وقت پیش بود فکر کنم که داخل این اینستاگرام من یه ویدیو دیدم که این رابط بلند رو میذاش روش رو از این بغل این شکلی فکر کنم رد میکرد و ابر رو فشار میداد و اینجوری باز میکرد. حالا میخوام الان امتحان کنم ببینم میشه یا نه. احتمالا من بلد نبودم که اینقدر اذیت شدم سر باز کردنش. شاید باورتون نشه ولی به راحتی هرچه ممکنتر باز شد. اونور که اون پیچش رو میبینید اونجا افتاده، اونور که طرف سختش بود راحت باز شد. ای کاش من اون ویدیویی که دیدم این موضوع رو ازش یاد گرفتم اون دوباره پیدا کنم برم کلی دعای خیر براش کنم. چقدر خوبه واقعا، همه کار همین شکلی هن. تا وقتی بلدشون نباشی سخت میشن، وقتی که یادشون میگیری اون وقت واسط آسون میشن. و به همین سادگی صندلی باز شد. خدا خیرش بده. من یکم ابزارم هم ریخت و پاش شد. ما یه همسایه اینجا داریم، گفتم که من تازه اومدم تو این ساختمون، من خدا خارج زندگی میکنه و تا حالا من ندیده بودمش. الان که دیدمش باش سلام کردم و خلاصه بعد از مدت ها خواست ماشینشو استارت بزنه ببره، یه نمه مشکلاتی ریز داشت دیگه، با آشنایی سطحی که من داشتم تونستم کمکش کنم و راه بیفته بره. واسه همین یکم بین این ویدیو و ویدیوی قبلی فاصله افتاد، ولی خدا خیرش بده اونی که این ویدیو رو گذاشت و من ازش یاد گرفتم این صندلی رو راحت باز کنم. فقط مونده این اتصال کمربندش که این زیره باید این قاب کناری باز بشه که بتونم اونم باز کنم و صندلی رو در بیارم. خب ما رسیدیم به اینجا، صندلی رو هم در آوردیم و شاهد این زباله دونی هستیم فعلا تا انشالله تمیز بشه. انرژی دارم بقیه‌اش هم باز کنم. میبینید که این قاب دور دستی و دور دنده اینا رو هم باز کردم و همه رو اونجا مشاهده میکنید. منتها چون بالا جا ندارم باید فعلا همینا رو انتقال بدم به بالا. شارژ چراغ قوام داره تمام میشه ولی خیلی چیزش خوب شد، ظرفیتش خوب شد وقتی که باتریش رو عوض کردم. بعد اینکه آره باید اون بالایی‌ها رو دوباره یه سری ازشون بشورم ببرم داخل که جا باز بشه، اینها رو ببرم بذارم داخل تراس. همون صندلی رو هم فکر کنم نتونم ببرم، باید فعلا بذارمش داخل ماشین بمونه تا یه جایی باز بشه و بعد انتقالش رو بدم به بالا که شروع کنم بازسازی صندلی‌ها رو انشالله. فکر کنم تایم ویدیو خیلی طولانی شد. خیلی ممنون که تا اینجا
بودید و تماشا کردید. دستتون در نکنه. هر انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی که هم هست با من حتما در میون بذارید. خیلی استفاده میکنم، مطمئن باشید. حالا امروز من نرسیدم که درباره اون رنگ تریم داخلی که میخوام مد نظرمه که اجرا کنم صحبت کنم، ولی خب تو دفعات بعدی حتما صحبت میکنم باتون و نظرتون هم میپرسم. موفق باشید.